ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و از برکت و از نعمات و از فیض عیسی مسیح همیشه بهره‌مند باشین و همیشه در زندگیتان سرفراز و سربلند بوده و کسایی باشین که نام خداوند را همیشه از طریق زندگیتان جلال بدین. دوستای عزیز، بازم با یک برنامه جدید از تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان در خدمت شما قرار دارم و موضوع برنامه امروز ما دوستای عزیز جمعه نیک است و ما میفهمیم که جمعه نیک یا مو گود فرایدی یک روز بسیار محترم و معزز و یک روز بسیار عظیم و بزرگ است برای مسیحی ها و در این روز مسیحی ها بسیار زیاد خوشحال هستند و بیشتر به ستایش و پرستش خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح میپردازند. دوستان عزیز، جمعه نیک قسمی که گفتم یک روز عظیم است برای مسیحی ها، چرا که در این روز مسیحی ها باور دارن و عقیده دارن مطابق به کتاب مقدس که یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده ما پلان نجات بشر را به طور کامل برای یک بار و همیشه برای همه بر سر صلیب مکمل ساخت، تکمیل ساخت و راه نجات از گناه و مرگ ابدی را بر تمام بشر باز کرد و راه زندگی ابدی و نجات را بر بشر چی شد؟ عیسی مسیح باز کرد تا همگی بتانند از طریق ایمان به یسوع مسیح خداوند و نجات دهنده ما با این نجات و زندگی ابدی برسند و از شر گناهایشان و از شر او مرگ ابدی که با او روبرو بودند اینا نجات پیدا بکنند، رهایی پیدا بکنند. دوستان عزیز، در این برنامه جدید تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان و میخوایم به چند موضوع بپردازم. موضوع اولی که میخوایم میره تشریح بکنم که جمعه نیک چیست؟ جمعه نیک یعنی چی؟ و دوم سوال دوم که است میخوایم ایره برای شما سوال دوم را که همیشه البته دوستان میپرسن میخوایم با جواب از او بپردازم که چرا یسوع مسیح بر سر صلیب جان خود را فدا کرد. و سوال سومی که همیشه دوستان میپرسن و میخوایم به این موضوع هم بپردازم که آیا مسیحی که نتانست بر سر صلیب خود را نجات بده چگونه میتونه بشر را نجات بدهد؟ ما میخوایم با جواب این سوال هم بپردازم. پس دوستان عزیز، میریم به طرف برنامه ما و برنامه ما را در همینجا با معرفی جمعه نیک و تشریحی که جمعه نیک یعنی چی و با چی معناست آغاز میکنیم. دوستان عزیز، جمعه نیک که در زبان انگلیسی به او گود فرایدی میگن، نامهای مختلف در بین مسیحیان فارسی زبان داره. بعضا میگن جمعه نیک، بعضا میگن آدینه نیک و بعضا میگن آدینه پاک و ما خودم حتی میخوایم کلمه جمعه خوب و جمعه مقدس را هم به کار بگیرم. البته از جمعه مقدس که جمعه خوب و یک جمعه خوبی که یک کار خوبی در این صورت گرفته، یعنی کار نیکی صورت گرفته، ولی مسیحا و من کلمات یا عبارت‌های جمعه نیک، آدینه پاک، آدینه مقدس یا را استفاده میکنن، منظورشان همین جمعه نیک است. دوستان عزیز، پس اگر شما از جای از مسیحی های از کدام مسیحی یا از کسای دیگه میشنوین که درباره آدینه پاک مقدس یا درباره آدینه نیک و یا درباره جمعه نیک صحبت میکنن، بفهمیم که منظورشان همین جمعه نیک است. دوستان عزیز، خب دوستان عزیز، ما میخوایم در ابتدا برای شما این موضوع را واضح بسازم. جمعه نیک یعنی یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی که آمد با واسطه مریم به قدرت روح پاک که خودش روح پاک خودش آمد در بطن مریم یک جسم را تشکیل داد و جسم پوشید در حقیقت و به دنیا آمد و پیام خود را بر بشر آورد و معجزات خود را، کرامت خود را، قدرت خود را برای بشر نشان داد و در عین حال آمد تا قیمت گناه را، چون مزد گناه بشر مرگ ابدی یا دوزخ بود، قیمت از او را یسوع مسیح به صفت یک قربانی کامل و بی‌عیب بر سر صلیب بپردازه تا با پرداختن این قیمت گناه یا با انجام دادن این قربانی عموم مزد گناه پرداخته شود، فدیه گناه ها داده شود، کفاره گناه ها پرداخته شود و بشر بتانند
بایی که گناهکار هستند، بایی که گناهی زیاد را انجام دادند و گناه اصلی را به ارث بردند، از طریق ایمان آوردن به یسوع مسیح به صفت خداوند و نجات دهندهشان که می راه را باز کرده، از شر گناه خود اونا نجات پیدا کنند و مزد گناه را که مرگ دائمی و ابدی یعنی دوزخ است دیگه اونا نپردازند، چون یسوع مسیح برای یک بار برای همیشه و برای همگی همین قربانی کامل را بر روی صلیب داد، مصلوب شد تا قیمت فدیه و کفاره گناه را بپردازد دوستان عزیز و راه نجات بر تمام بشر باز شود. خب دوستان عزیز، در اینجا این یک کار بسیار ضروری بود که باید انجام میشد و صورت میگرفت دوستان عزیز. جمعه نیک، یک جمعه نیک یا گود فرایده روزی است برای مسیحی ها دوستان عزیز که مسیحی ها در این روز از هر وقت دیگه کرده بیشتر خوشحال هستند و خداوند خود را ستایش میکنن و خداوند خود را پرستش میکنن و اینا به خاطر از این که میگه اگر این کار برای صلیب صورت نمیگرفت، اگر این قربانی کامل بی نقص و بی عیب برای صلیب داده نمیشد، اگر این کفاره و فدیه پرداخته نمیشد و داده نمیشد، اگر این راه نجات با واسطه یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی باز نمیشد، امروز دیگه تمام بشر به مرگ ابدی محکوم بودند. ولی این راه به قدرت مسیح و با واسطه مسیح بر روی صلیب باز شد و امروز مسیحا خوشحال هستند. از یک نگاه بسیار خوشحال هستند که مسیح این راه را برشان باز کرد و از نگاه دیگه اونا میان خداوند یسوع مسیح را پرستش میکنند و او را عبادت و ستایش میکنند، چرا که کار عظیم را با وجود که نیاز و ضرورت بر انجام این کار نداشت برای ما انجام داد. مسیح خدای خادم است، آمد خدمت کرد بشر را. مسیح در حقیقت نیاز نداشت ولی آمد خود را فروتن ساخت تا راه نجات را بر ما باز بکنه و این کار را مسیح به خاطر محبت عظیمی که نسبت به ما داشت، نسبت به تمام بشر داشت، انجام داد. این محبت مسیح بود که باعث انجام همچه قربانی شد که راه بخشش و راه عفو و راه نجات را برای بشر باز بکنه. پس دوستان عزیزی از فلسفه جمعه نیک و یا گود فرایده، باز هم دوستان عزیز میخوایم به مثل برنامه قبلی تایید و تکرار بکنم که اگرچه کتاب مقدس برای ما نفرموده، حکم جاری نکرده که ما باید جمعه نیک یا گود فرایده را تجلیل بکنیم و بر از او مثلا کدام قانون و قاعده و مثلا کدام ترتیب نساخته، کدام نظم دسیپلین نساخته که شما این گونه جمعه نیک را تجلیل بکنین. اصلا نگفته که روز را تجلیل بکنین، ولی من خدای زنده و حقیقی را شکرگزار هستم به خاطر امو مسیحیایی که بر بار اول آمدن و کتاب مقدس را خواندن و اونا آمدن تصمیم گرفتن که همچی یک روز بزرگ را باید ما گرامی بداریم، به مثل یک جشن، به مثل یک عید باید این روز ارج گذاشته شد، نه به خود روز بلکه به کاری که مسیح در این روز انجام داده و اونا خواستن که از این طریق بیشتر مسیح را جلال بدن و ستایش کنن و بیشتر نام از او را در این روز و برای همیشه اونا جلال بدن و از این کار عظیم مسیح یادآوری بکنن و اعتراف بکنن که بدون مسیح همگی رهسپار جهنم بودن، ولی مسیح همه را فدیه گناهشان را پرداخته و راه نجات را برای همه باز کرده و مربوط به ما میشه که ما از طریق همین راهی که مسیح باز کرده، یعنی راه فیض و بخشش مسیح، بریم به نزد مسیح و از جهنم رهایی پیدا بکنیم دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، در اینجا ما میخوایم از کتاب مقدس بر شما بخوانم که آیا ضرورتی کار، سوال دیگه که بود، من معرفی کردم بر شما جمعه نیک را، ولی من میخوایم بر شما را بخوانم که ضرورتی کار چی بود، چرا باید مسیح کار را انجام میداد، مسیح چرا باید این کار را انجام میداد. من از رومیان فصل 3 بر شما میخوانم از آیه 10 و ببینید ضرورت از این کار چی بوده. کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید هیچ کس نیکوکار نیست، هیچ کس نیکوکار نیست، از همون انسان اول آدم تا آخرین انسانی که در این بشر می باشه هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. هیچ کس
این نیست که مردم بازی بده شما را که اینا معصومین هستن یا اینا اشخاص هستن که یار خدا بخشیده. نخیر، هیچ کس بیگناه میگه یافت نمیشه. هیچ کس فهم ندارد، یعنی فهم که واقعا طلب چی باشه، طالب خدا باشه. کسی واقعا طالب خدا نیست، کس فهم نداره، کسی واقعا طالب خدا نیست. همه از او روی برگردانیدن، همه برای خطا رفتن. حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد. سخنان ایشان کثیف و متعفن است. خب دوستای از کتاب مقدس بر ما گفت که هیچ کس نیکوکار نیست و همگی گناهکار هستند و هیچ کس نیست که در دنیا گناه نکرده باشه. پس در این صورت بشر و مزد گناه هم چیست؟ مرگ است دوستای عزیز. پس بشر چی است؟ مواجه هستند با یک وضعیت بسیار بد و بحرانی که همشان رهسپار جهنم هستند، محکوم به مرگ ابدی هستند. مزد گناه مرگ است، یعنی مرگ ابدی یا جهنم یا دوزخ دوستای عزیز. پس بشر بسیار در یک وضعیت خراب قرار داره. ولی امیر رومیان فصل 3 آیه 21 بر ما میگه اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. کدام راه است؟ اگر بشر همش محکوم به مرگ ابدی بود، ما تا به حال سعی میکردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما در این راه نوین دیگر چنین نیست. مردم کوشش میکرد از طریق دین و مذهب و بعض قوانین و قاعده که میساخت اونا به خدا برسن، ولی او فایده نداشت. در راه جدید این گونه نیست. تو ضرورت نداری هیچ کار بکنی، اما کار خداوند بر تو انجام دادن. هرچند که این راه چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. و خب همه انسان نیز بدون توجه به مقام و سوابقشان میتوانند از زمین را یعنی ایمان به یسوع مسیح نجات یابند، زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلال که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به یسوع مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون یسوع مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. دوستای عزیز، پس این راه باز کردن ای را با واسطه خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح بسیار ضروری بوده، چرا خدا نسبت به بشر محبت داشت، ولی بشر نسبت به گناه و گناهایی که انجام داده بودن خود را از خداوند دور ساخته بودند و گناه با مثل یک دیوار در بین خدا و انسان قرار گرفته بود و خدا را از انسان را از خدا دور ساخته بود. متوجه هستید؟ گناه بر خداوند قدرت نداره، ولی چون خداوند مقدس است، قدوس است و پاک است، نمیتونه با گناه بسازه. پس همین گناهی که در انسان وجود داره مانع از این میشد که انسان نزدیک به خدا شود، خدا نزدیک به انسان شود، چرا قدوسیت خداوند با گناهکاری انسان نمیتونه بسازه. ولی مسیح آمده اینجا میگه این گناه را دیوارش برداشته، این جدایی را از بین انسان و خدا دور کرده و دیگه این دیوار در بین انسان و خدا وجود نداره و انسان از طریق مسیح، ایمان به مسیح بیگناه شناخته میشه. وقتی بیگناه شناخته شد و گناهش را خداوند بخشید، در اون صورت خداوند میتونه که انسان را در آغوش خود بگیره، انسان به خدا برسه، به خدا نزدیک شود. پس این راه بسیار مهم بود دوستان عزیز که باز میشد به واسطه یسوع مسیح. متوجه هستین دوستان عزیز؟ و در ابتدا ای بسیار فلسفی از این طولانی از دوستای، شاید ساعت‌ها طول بکشه که من تشریح بکنم بر شما که مزد گناه چگونه مرگ است و این مرگ به معنای چی است. این بسیار یک فلسفه دور و دراز داره دوستان عزیز، ولی ما نمیخوایم که زیبایی و عظمت جمعه نیک را که ما در این روز باید بیشتر خود را ستایش کنیم و عبادت کنیم و خوشحال باشیم، با بیان کردن فلسفه گناه و مزد گناه و راه نجات مثلا کم بسازم عظمت و جلال این روز را، بلکه میخوایم که متمرکز باشم به خود جمعه نیک و به عظمتش و به بزرگیش دوستان. ولی میخوایم بسیار کوتاه بگوییم که وقتی که آدم و حوا پیش از این گناه بکنن، خداوند اونا رو بسیار پاک و کامل آفریده بود و همه امکانات را در اختیارشان گذاشته بود که حتی اونا گناه را هم درک میکردن و خدا حتی برشان گفته بود شما گناه نکنین، اگر گناه کردین، که منظورش هم مثال درخت را داده بود، شما دیگه باز با مرگ روبرو میشیم که مرگ هم مرگ روحانی است، یعنی روحتان، ارتباط روحیتان با خدا قطع میشه، یعنی روحن ما با خدا ارتباط بسته کردیم، و هم مرگ جسمانی نصیب و عید حالتان میشه. پس در اینجا دوستا عزیز ما شما میبینیم به خاطر که انسان بتواند دوباره پس
زندگی و انسان دیدیم که آدم ها گناه کردن و با او روبرو شدن، یعنی از خدا هم روحن جدا شدن و هم جسمن از این دنیا رفتن، یک روز مردن، امروز در دنیا نیستن. ولی مسیح آمد که هم امو ارتباط روحانی ما را با خدا دوباره برقرار بسازه، چون قیمت گناه را بر سر صلیب پرداخت. وقت بر سر صلیب بود و صدا کرد گفت خدایا خدایا چرا مرا ترک کردی، و نشان دهنده عزیز که قیمت گناه ما در هر دو حالت پرداخته شده. و هم دیدیم که مرد و در قبر گذاشته نشه. ولی وقتی که در روز ایستر یا برخیز یا عید قیام دوباره پس مسیح زنده میشه، برای ما و شما هم زندگی روحانی را دوباره پس داد و هم زندگی جسمانی را که ما هم میمیریم، جسم ما میمیره، یک روز با مسیح دوباره پس زنده میشیم. دوستان عزیز، پس دوستان عزیز، عظمت و جلال جمعه نیک، یعنی کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داد، یعنی قربانی مسیح بر روی صلیب بسیار زیاد و عظیم و بزرگ است. دوستان عزیز، و علتش چرا مسیح کار انجام داد؟ به خاطر که تمام بشر گناهکار بودن و با رهسپار جهنم بودن و اونا مزد گناه مرگ ابدی بود، با مرگ ابدی روبرو بودن. دوستان عزیز، و اونا همشان از زندگی ابدی و از رابطه با خدا محروم شده بودن و گناه با مثل دیوار در بین از اونا و خدا قرار گرفته بود. خدای قدوس نمیتونست انسان را با تمام گناهش بپذیره مگر یک گناهش بخشیده شود. ولی برای بخشش گناه، چون خداوند عادل است، درست است خداوند محبت داره، میخوایم انسان ها را ببخشه، ولی خداوند عادل هم است، از عدالت خود نمیتونه بگذره. پس خداوند آمد در قالب جسم انسانی، یعنی جسم پوشید و قیمت گناه را در عمو جسم کاملا پاک بود و هیچ گناه هم نکرد، چی کرد؟ قیمت گناه را پرداخت کرد. یک موضوع دیگر که دوستان میخوایم برای شما ذکر بکنم، وی است که خدا بر روی صلیب نمرد. هر کسی که در هر کلیسا میگه خدا بر روی صلیب مرد و غلط میگه، کتاب مقدس این موضوع رو نگفته. این مسیحایی که احساساتی هستن اونا یه حرف را میزنن، خدا اگر بمیره دیگه او خدا نیسته. خدایی که میمیرد او خدا نیسته، چرا که خداوند ذات از سرچشمه زندگی است و در او مرگ وجود نداره. دوستای عزیز، پس وقت خدا مرد دیگه تمام شده همه چیز. پس خدا برای صلیب نمرده، بلکه خداوند که جسم پوشید، او جسم مقدس و پاک بود و هیچ گناه نکرد، او جسم قربانی گناه را پرداخت، نه خدایی که روح است. متوجه هستین دوستان عزیز؟ متوجه از این باید شما بسیار زیاد باشین. و دیگه ای که دوستان عزیز ببینین، ما از عهد قدیم از کتاب اشعیای نبی، یعنی از میخوانم بر شما دوستان عزیز که اشعیای نبی تقریبا بین 700 تا 750 سال پیش از مسیح پیشگویی کرده بود که یسوع مسیح همین کار را در حق بشر انجام میده. اگر ما از مزامیر 53 بخوانیم دوستان عزیز، من میخوانم شما گوش بکنین، بسیار مهم است. میگم ما چی کم هستند کسانی که این حقیقت را باور میکنند، چی کمند کسانی که خدا این حقیقت را با آنان آشکار ساخته است. در نظر خدا و مانند درخت سبز بود که در زمین خشک و شورزار رویده و ریشه دوانده بود، اما در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. ما او را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم ما را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم، او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل میکرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی از خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندان که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و با راه خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. با او با بیرحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی زبان است خاموش استاد و سخنی نگفت. بناحق او را به مرگ محکوم کرده کشتند. مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود کشته میشد، بله او به جای مردم مجازات شد. هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر مرد ثروتمند گذاشتند، اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بود.
خداوند می‌فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد، او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان بر مغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد، او زندگی را سر خواهد گرفت و اراده من به دست و اجرا خواهد شد. هنگامی که ببیند عذاب کشیده چی ثمره به بار آورده، راضی و خشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. به او مقام بزرگ و قدرت عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد، از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بر دوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد. آمین. دوستان عزیز، در اینجا ما و شما می‌بینیم که اشیای نبی 750 سال پیش از اینکه مسیح مثلا جسم بپوشه و به دنیا بیایه، درباره مسیح و قربانی مسیح صحبت میکنه که میگه مسیح تمام رنج و تکلیف و مجازات و محکومیت را به خاطر ما کشید و به خاطر ما بود که قیمت گناه را او پرداخت و به خاطر ما بود که او را زدن، لعنت کردن، تف بروش کردن، او را بالاخره بر سر صلیب زدن و کشتن. و در اشعیا نبی میگه که وقتی که مسیح دوباره از مرگ بلند میشه و برمیخیزه و ببینه که واقعا این کار که انجام داده باعث نجات بسیار شده، بسیار منظورش است که زیاد مردم ایمان نمیارن مثل امروز در دنیا بسیار شده، یعنی بسیار ایمان آوردن و خوش و خوشنود میشه. دوستان عزیز، پس ما میبینیم که ضرورت ای که مسیح بیاید و بر روی صلیب جان خود را فدا بکنه، قربان بکنه دوستان عزیز، و خون خود را بریزانه و بدن از او مسلوب شود دوستان عزیز، و قیمت گناه را بپردازه و عدالت و محبت خدا را بر روی صلیب تکمیل بسازه، کامل بسازه. ضرورت از این بود که بشر را از گناهشان نجات بده، برای بشر بخشش و عفو را ارزانی بداره و بشر را راه نجات و زندگی ابدی را برشان باز بکنه دوستان عزیز. این ضرورتش بود. خب حالا دوستان عزیز، من میرم به طرف سوال دیگه که بعض از دوستان میپرسن که آیا مسیحی که نتانست خود را برای صلیب نجات بده، او مسیح چطور میتونه بشر را نجات بده؟ بله، از لحاظ فیزیکی شما همه چیز را میبینن، چون دینتان دین ظاهری است، همه چیز ریاکاری و در ظاهر است، شما همه چیز به شکل ظاهری میبینن. دوست عزیز، مسیح اگر میتونست که مرده را زنده بسازه و قدر قدرت داشت که طوفان را آرام بسازه، مسیح اگر قدر قدرت داشت که کارهای عظیم دیگه را که مثالایش در کتاب مقدس است انجام بده، هیچ گاه برای کس اجازه نمیداد که را بر روی صلیب بکشه، ولی خواست خود مسیح بوده که کار انجام بده تا قیمت گناه بشر را بپردازه. و وای به حال تو دوست عزیز که مسیح از محبت فراوان خدا آمد، جان خود را تا به خاطر تو فدا کرد و راه نجات را بر تو باز کرد و تو آمدی مسیح را به باد تمسخر میگیری و میگی مسیح قدرت نداشت. نه خیر، تو غلط میگی دوست عزیز. مسیح در جاهای مختلف کتاب مقدس قبل از اینکه بر روی صلیب بره درباره این صحبت کرد و من این صحبت‌های مسیح را در اینجا من میخوانم. اگر ما و شما دوستان عزیز از مرقس بخوانیم، کتاب مرقس فصل 8، میبینیم که مسیح قبل از اینکه بر روی صلیب بره درباره صحبت کرده. پس کسی نمیتونست مسیح را بر روی صلیب ببره، بلکه مسیح خودش گذاشت که کار صورت بگیره. فصل 8 در اینجا در آیه 31 میخوانیم: آنگاه عیسی به ایشان گفت که چی عذاب‌های خواهد کشید. هنوز نکشیده، مسیح خودش گفت که میکشه. و چطور سران قوم یهود و کاهنان اعظم او را طرد کرده خواهند کشت. مسیح پیشگویی کرد خودش، ولی روز سوم دوباره زنده خواهد شد. وقتی مسیح این مطلب را آشکارا بیان کرد، پطرس او را به کناری کشید و به او گفت که نباید چنین سخنان بر زبان براند. یسوع برگشت و نگاهی به شاگردان کرد، سپس با لحن تند به پطرس گفت: دور شو از من ای شیطان، تو با دید انسانی به این موضوع نگاه میکنی، نه با دید خدایی. و امروز هم مردم با دید انسانی نگاه. او مسیح اگر قدرت داشت، مسیح خودش پیشگویی کرده بود حداقل چندین بار در کتاب مقدس. انبیای پیشین که نمیال اشعیا نبی را خواندم درباره مرگ مسیح، داوود نبی در مزامیر، ببخشید که مزامیرش هم اشتباه نکنم براتون عینش بگویم، داوود نبی در مزامیر 21 اگر من اشتباه نکنم، در مزامیر 22 درباره مرگ یسوع مسیح، یعنی در زبور 22 پیشگویی کرده بود. مسیح خودش پیشگویی کرد. پس هیچ کس نمیتونست که مسیح را بکشه. ای که مسیح مطابق به خواست خودی کار را انجام داد تا گناه تو را ببخشه، تا تو را محبت نشان بده، تا عدالت خدا را پوره بسازه. و مسیح خودش این گپ را واضح میگه. من میگم در یوحنا
یسوع مسیح برای ما بسیار واضح میگه در یوحنا فصل 10 میبینیم دوستان عزیز، یوحنا فصل 10 در اینجا و آیه میخوانم از آیه 18. یسوع مسیح خودش چی میگه؟ کسی نمیتواند به زور مرا بکشد. کسی نمیتواند. تو اشتباه میگی. من داوطلبانه جانم را فدا میکنم. مسیح خودش گفته، پیشگویی گفته، چون اختیار و قدرت این را دارم که هرگاه بخوام جانم را بدهم و باز پس بگیرم. پدرم این اختیار را به من داده است. دوستان عزیز، کسی مسیح را نمیتونست بکشه. مسیح میگه مرا کسی کشته نمیتونه. من داوطلبانه این کار میکنم، از محبت بیکرانی که نسبت به بشر دارم این کار را میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بشر به مرگ ابدی محکوم هستن، یعنی به جهنم. و ما نمیخوایم که هیچ بشر به جهنم بره. ما میخوایم که همه بشر از محکومیت ابدی اونا رهایی پیدا بکنن، از مرگ ابدی رهایی پیدا بکنن، زندگی ابدی را دریافت بکنن و اونا بیاین و با خداوند مشکل گناهی که جدایی را در بینشان ایجاد کرده، از این مشکل رهایی پیدا بکنن. دوستان عزیز، پس یسوع مسیح را کسی نمیتونست بکشه و نکشته، بلکه او فداکارانه، داوطلبانه، رضاکارانه این کار را انجام داده. به خاطر کی؟ به خاطر موت. به خاطر چی؟ به خاطر محبت بیکرانه که نسبت به ما داره. چرا مسیح همونطور محبت نکرد، مردم را نبخشید؟ به خاطر که در عدالتش این کار جایز نبود. باید عدالت را جاری میکرد و عدالتی بود که مزد گناه پرداخته شد و یسوع مسیح مزد گناه را بر روی صلیب پرداخت، عملا پرداخت. دوستان عزیز، یک بار برای همیشه به طور کامل برای همگی مزد گناه را پرداخت و راه نجات را باز کرده. و امروز راه نجات دوست عزیز برای تو باز است. اگر میخوایی که واقعا نجات پیدا بکنی از شر جهنم، از شر عذاب دوزخ، دوست عزیز، فقط بیا با مسیح ایمان بیار و او را نجات دهنده‌ات بخوان. دیگه هیچ کار نکن، هیچ ترس نداشته باش، فقط بیا با مسیح ایمان بیار. مسیح برات صلح میده، مسیح برات خوشی میده، مسیح برات آزادی در چوکات کتاب مقدس میده. مسیح تو را از فیض خود، یعنی از بخشش خود، از عفو خود بهره مند میسازه. مسیح تو را محبت میکنه، فرزند خود میخوانه. مسیح تو را در آغوش خود میگیره و مسیح تو را بلند میسازه. دوست عزیز، ضرور است که امروز ما توی کار را بکنیم. و در آخر هم دوست عزیز، بعضی کسا بگه که آیا این مسیح واقعا مرد یا نمرد. ما میخوایم که از متی فصل 27 بخوانم و از آیه 45 تا شما ببینید که واقعا در اون روز مسیح بر سر صلیب مرد و این در کتاب مقدس نوشته شده و من این از دل خود نمیگم. خب متی فصل 27 آیه 41 میخوانم. کاهنان اعظم و سران قوم نیز او را مسخره کرده، میگفتند دیگران را نجات میداد ولی نمیتواند خود را نجات دهد. و مثل شما او روز این مردم مسیح را رشخند میکنن، شما هم رشخند میکنید. تو که ادعا میکردی پادشاه یهود هستی، چرا صلیب پایین نمیایی تا به تو ایمان آوریم؟ مثل گپایی را که بعض از انسان ها امروز میزنن. تو که میگفتی به خدا توکل داری و فرزند او هستی، اگر خدا تو را دوست دارد چرا نجاتت نمیداد؟ نمیدانستند به خاطر همینا بود که میمرد. حتی آن دو دوست هم به او دشنام میدادند. دو دوست با مسیح یک جای اعدام میشد، به سر صلیب میرفت. آن روز از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تمام دنیا تاریک شد. نزدیک به ساعت 3 عیسی فریاد زد و گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من چرا مرا تنها گذاشته ای؟ چون در اینجا قیمت گناه را روحاً پرداخت و حال جسماً هم میپردازد. بعضی که آنجا ایستاده بودند تصور کردند که الیاس نبی را صدا میزند. یکی از آنان دویده و ظرفی از شراب ترشیده را بر سر یک چوب گذاشت و نزدیک دهان او برد تا بنوشد. ولی دیگران گفتند کاری نداشته باش، بگذار ببینیم آیا الیاس میآید او را نجات دهد یا نه. آنگاه عیسی فریاد بلند دیگری برآورد و جان
سپرد. در آن لحظه ناگهان پرده خانه خدا که در مقابل مقدسترین جایگاه قرار داشت از سر تا پا دو پاره شد و چنان زمین لرزه رخ داد که سنگها شکافته و قبرها باز شدند و بسیار از مقدسین خدا که مرده بودند زنده شدند. و پس از زنده شدن عیسی از قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیار ایشان را دیدند. خب دوستای در اینجا دیدیم که یسوع مسیح واقعا مطابق با کتاب مقدس مرد و در روز زمان یک تاریکی 3 ساعته و یک زلزله رخ داد. مردم به گرد صلیب وجود داشتند و مرگ مسیح را در روز واقعا دیدند. ولی بدبختانه امروز میبینیم بعضی از مسلمان ها میگه مسیح هیچ بر روی صلیب نمرده، حتی از این کار میکنن. پس به اونو ما میخوایم بگیم که در کتاب مقدس ذکر شده که مسیح واقعا مرده. این کار واقعا صورت گرفته به خاطر که راه نجات برای بشر باز شود و این کار را خداوند به خاطر محبت خود انجام داد و به خاطر تر از اینکه عدالتش هم پوره شد باید مزد گناه پرداخته میشد و این کار را مسیح انجام داد و تکمیل کرد. و هیچ کس مسیح را نمیتونست بکشه. پیشگویی درباره صورت گرفته بود، خودشان پیشگویی کرده بود و در یوحنا ما خواندیم که برای ما گفت که من خودم رضاکارانه و در طلبانه این کار انجام میدم، هیچ کسی نمیتونه مرا بکشه. دوستان عزیزی بود یک برنامه‌ای که درباره جمعه نیک یا آدینه مقدس و همو گود فرایدی ما داشتیم. امیدوار هستم که برنامه براتان مفید واقع شده باشه و از همه مهمتری که دوستان عزیز ما و شما که به یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی ایمان داریم بیاین که در این روز بسیار خوش و سر حال باشیم، خدا بیشتر از همه ستایش و پرستش بکنیم و در عین حال نام خداوند خود را بیشتر جلال بدیم و بیایم پیام خوش جمعه نیک را به همه بشر برسانیم تا بشر هم از این مستفید شوند و دوستان عزیز ایمان بیارن و از شر گناه خود رهایی پیدا بکنن، نجات پیدا بکنن و بیاین با مثل ما شما رستگار شوند و بر رستگاری اخروی برسند. کسایی که هنوز به این برکت نرسیدین و از شما دعوت میکنم که بیاین و با مسیح عیسی یا یسوع مسیح ایمان بیارین تا یسوع مسیح گناهتان ببخشه، براتان زندگی ابدی عطا بکنه و شما رستگار شوین و از رستگاری اخروی و واسطه ایمانتان به مسیح بهره مند شوین. دوستان عزیز تشکر. دوستان عزیز و بازم در آخر میخوایم یک موضوع را بگویم. گود فرایدی به انگلیسی آدینه نیک، آدینه مقدس، جمعه نیک، حتی میتونید عید خوش هم بگین، مشکل نداره. در مسیحیت ما آزادی کامل خود را داریم. تا برنامه دیگه که درباره عید قیام یا برخیز مسیح یا ایستر باز هم با یک برنامه جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همتان به خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح میسپارم. یسوع مسیح همراهتان باشه و شما را برکت بده. آمین.